سلام عرض میکنم خدمت دوستان گلم. امیدوارم هر کجای دنیا که هستین حالتون خیلی خوب باشه. من مسیح هستم، به چنل من خیلی خوش اومدین. فرارسیدن سال نو میلادی رو خدمت هموطنان عزیزم و همه فارسی زبانان مسیحیان عزیز تبریک عرض میکنم. امیدوارم سالی تو هم با سلامتی، خوشی، تندرستی، موفقیت و پیروزی پیش رو داشته باشیم. من امروز میخوام براتون یک خوراک کینوای خیلی خوشمزه، خوش‌طعم و سالم درست کنم. در ابتدای کار من یک پیمانه کینوا رو با یه مقدار آب خیس کردم. برای مدت 20 دقیقه میذارم باشه تا آبش کاملا شفاف بشه و کینواها یه مقدار نرم بشن و آماده پختن. متوسط نیاز داریم که من هر دو جا رو خورد میکنم. دو تا هویج رو ببینیم به تیکه های انقدر در میاریم. مایتابه رو میذاریم رو حرارت داغ بشه. یه مقدار روغن زیتون میریزم. پیازای خرد شده رو اضافه میکنم. هویجای خرد شده رو میریزم. پیازا و هویجا رو مخلوط میکنم. در این مرحله 2 حبه سیر رو اضافه میکنم، سیر خرد شده رو. به مدت 2 دقیقه پیاز و هویج و سیر رو سرخ میکنم. بعد ادویه هامون شامل زردچوبه، زیره، تخم گشنیز پودر شده و کایم پپر هست. اینا رو اضافه میکنم. کاملا با هم مخلوط میکنم. ادویه رو که اضافه کردم به مدت 30 ثانیه مخلوط میکنم. گوجه فرنگی خرد شده رو اضافه میکنم. یه 2 کاپ پوره گوجه فرنگی میریزم. یه قاشق مربا خوری نمک،
میریزم. در این مرحله اسفناج خرد شده رو میریزم که حدود 6 کاپ هست. دویست گرم اسفناج یا 6 کاپ اسفناج خرد شده میریزم، مخلوط میکنم. در این مرحله کیمبا رو میریزم. کاملا با مواد مخلوط میکنم. 1 کاپ نخود میریزم. کاملا با هم مخلوط میکنم. 1.1 کاپ آب سبزیجات یا آب مرغ داشتین، اگر گیاهخوار نبودین آب مرغ یا آب گوشت هم میتونین اضافه کنین. برای گیاهخوار بودین باید آب سبزیجات بریزین. کاملا مخلوط میکنیم با هم. در قابلمه رو میذارم، حرارتم کم میکنم. به مدت نیم ساعت اجازه میدم تا تمام مواد با هم پخته بشن. در این مرحله من یه مقدار کم فلفل سیاه اضافه میکنم. یه مقدار کمم روغن زیتون، معادل مثلا یه قاشق غذاخوری. درشو دیگه نمیذارم، کاملا آبش کشیده بشه. حرارت کاملا باید کم باشه در این مرحله چون ته میگیره، میسوزه. عزیزان خوراک کیمبا آماده شد. من حالا یه تستی میزنم ببینم چطوری شده. یه طعم خاصی داره، خیلی هم خوشمزه است. امیدوارم شما این خوراک کیمبا رو درست کنید و لذتش رو ببرید. اگر از این برنامه خوشتون اومد خیلی خوشحال میشم. لایک کنید، سابسکرایب کنید، با دوستاتون هم شیر کنید، زنگوله رو هم حتما بزنید، فراموش نکنید. مواظب خودتون باشین. همتون رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم. خیلی دوستتون دارم. سال نوتونم مجددا مبارک.